اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با اعضای تیم ملی کرکت کشور از آنها خواست که به منافع اسلامی و ملی کشور متعهد باقی بمانند و برای جهان این پیام را برسانند که ورزش و دینداری در تضاد قرار ندارد و همچنان کپتان تیم ملی کرکت حشمت الله شیدی از امارت اسلامی تشکری نمودند که همیشه بازیکنان را تشویق نموده است. ستره محکمه می گوید محاکم ولایت هلمند در 2 هفته گذشته 142 قضیه را حل فصل و 148 وثیقه را نیز اجرا نموده است. دیروز در یک نشست هماهنگی با خبرنگاران در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار، مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان به خبرنگاران گفت: ما به گونه همه جانبه از شما حمایت میکنیم. امورات خود را با اطمینان ادامه دهید. آنچه که حقیقت دارد پوشش خبری دهید. تبلیغات و پروپاگاند را پخش نکنید. ارزش‌های اسلامی، ملی و فرهنگی را در نظر بگیرید که خوشبختانه این کار تا حد زیاد صورت گرفته است. مسئولین بانک مرکزی در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگویند ارزش افغانی در مقابل دلار 4.4% افزایش یافته و نرخ انفلاسیون 6% کاهش یافته است. مسئولین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگویند در یک سال گذشته بیش از 952,000 پناهنده افغان به کشور برگشته اند و با بیش از 3 میلیون تن کمک صورت گرفته است. شاروالی کابل میگوید در ناحیه 16 کار ساخت 2 سرک فرعی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.